نوید نوری یک سال قبل از آمدنش به تاجیکستان در تلویزیون طلوع افغانستان فعالیت میکرد. او سبب آمدنش را به تاجیکستان به سقوط حکومت پیشین افغانستان از طرف طالبان ربط می‌دهد. بنابر تهدیدات امنیتی، بنابری که قتل‌های هدفمند بود، همکارای نزدیک خود، دوستان نزدیک خود از دست دادم. یکی از دوست نزدیک مانند یما سیاوش. بعد زود تصمیم گرفتم که کشور را ترک کنم. موافق معلومات مرکز مهاجران افغان، در تاجیکستان حدود 10,000 پناهنده افغان به سر میبرند. قسم زیادی آنها بعد از اشغال حکومت افغانستان از طرف گروه طالبان به تاجیکستان آمدند. گروه از مهاجران به کشور سوم رفتند، اما آنهایی که امکانیتی به کشور سوم رفتن نداشتند اینجا ماندند. کسانی هستند که پول برشان اسپانسر میشه از خارج، مثال خویش تبار فرزند که عمکی، مثال خویش تبار نزدیکشان در خارج هست، برشان پول اون میکنن، هستن یک مدت زمان تا وقتی که اسپانسرشان درست میشه، وقتش معیا میشه باز میرن. و یک تعداد دیگه هست که مثال استای ماشین هستن، دکانداری میکنن، مایکه کار میکنن، دست فروشی میکنن، در گروسچکی میکنن، عرابه کشی میکنن. اینا هستن. نه همه پناهجویان به آسانی کار پیدا میکنند. اگر پیدا هم میکنند کارهای وزنین جسمانی است. نوید هم به کشور سوم رفتن نتوانست و اینجا نیز طبق تخصصش کار پیدا نکرد. نوید برای کار به کمیته تلویزیون و رادیو نیز درخواست داده است، اما بعدتر جوابی رد گرفته. با وجودی که من خودم یک نفر تحصیل کرده هستم، درس خواندیم، زیاد عمر مدت درس سیر کردیم و تجربه زندگی داشتیم، تجربه کار داشتیم، مجبور شدم که در تاجیکستان کارهایی که به ما فراهم میشد، کارهای شاقه‌گری ما میگیم، کارهایی که از مسلک ما دور است، مثل که اولین بار رفتم ما در نانبایی کار کردم. با یک مدت کار کردم، وقتی که کار کردم بسیار زیاد سرم فشار آورد، چون من بلد نبودم با این کارا. از صبح تا شام برای اینا کار میکردم در نانبایی، اما پیسه نمیداد که به ما چیز شود. بالاخره اونجا را میلا کردم. آنها حقوق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دارند، اما فقط حق ندارند در سیاست اشتراک کنند، به مقامات دولتی انتخاب شوند و همزمان وکیلان را از جماعت دهات تا مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب کنند. اما فعالیت پداگوژی، ایجادکاری، صاحبکاری، تجارتی وابسته به صلاحیتشان، سطح دانششان، قابلیت و استعداد انسانیشان حق دارند فعالیت کنند با رعایت ترتیب مقرر شده. حالا نوید نوری در یک لایحه تیبی پارتنرشیپ این تاجیکستان فعالیت دارد. او در مرکز نمایندگی این پروژه در شهر وحدت همچون والنتیر کار میکند. نوید نوری میخواهد برای پناهندگان شرایط فراهم شود تا آنها طبق اختصاص خود در تاجیکستان کار و فعالیت کنند.